سلام. در حالی که میهنمون در یکی از پر التهاب ترین روزهای تاریخش قرار گرفته و حکومت ولایت فقیه هم به لبه پرتگاه رسیده، دستگاه تبلیغات حکومتی در این ایام تقریباً به طور دربست دست عوامل سپاه افتاده. یعنی طوری که تو همه شبکه‌هاشون مجریها و عوامل نزدیک به سپاه رو گذاشتن، اغلب هم با تیپ و لباس نیروهای امنیتی و بعضا هم یه جونورهایی رو آوردن که طرف اصلا توی لیگ دیگه است. یعنی انگار کسی رو نداشتن، همینطوری از شهر موشکی یکی رو آوردن برای اولین بار جلوی دوربین که بیانیه بخونه. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. این افه ها تو فیلم های بالیوودی هم قفله. یکی از مشکلات اصلی نظام تو این ایام روحیه درب و داغون امت همیشه در صحنه است که توان هضم این حجم از حوادثی که داره پشت سر هم براشون رخ میده رو ندارن. به این منظور تلویزیون پاسداری آخوندی تلاش میکرد با شگردهای مختلف به نیروهاشون روحیه بده. یکی از این شگردها باد کردن بادکنک اقتدار نظام بود که توی این مدت هر چیزی که تا به حال تو بازی کامپیوتر دیده بودن رو گفتن ما هم میتونیم بکنیم. هنوز از واکنش ما نگرانه. یعنی بحث اینه که اگر فرض بفرمایید تنگه هرمز بسته شه، من خودم اعتقادم هست این انجام بشه، خب قطعا ایران باید از امپیتی خارج شه، قطعا ایران باید از آژانس خارج شه. به همین سادگی تنگه هرمز رو میبندیم. انگار مثلا شیر آب باغچه‌ای شیرفلک است، میبندیم تنگه هرمز بسته میشه. بعد کلیپش هم قشنگ درست میکنی میذاری تو اینستا ویو میخوره. اگه تنگه هرمز رو ببندن فایده‌ای هم داره. 20% از نفت دنیا از اینجا میگذره. ایران میتونه چیکارش کنه؟ ایران میتونه با زدن موشک کنار کشتی‌ها، با رزمایش‌های دریایی، با ایجاد عملیات‌های سایبری که این سیستم‌های ارتباطیشون رو مختل میکنه، رد شدن از این تنگه رو ترسناک کنه. سناریوی اول ایجاد اختلاله. سناریوی دوم اینی که هر کشتی رد بشه رو میزنیم که تو اون 33 کیلومتر تنگه هرمز هر کشتی رد بشه رو میتونن بزنن. یکی هم قایقای تندرو سپاهن که اینا از قدیم کابوس بودن واسه ناوای آمریکایی. پهپادهای شناسایی و انتحاری هم که هستن دیگه، اون بالا میچرخن میگردن. سناریوی سوم حکومت نظامی، یعنی اجازه نمیدن هیچ کشتی از این تنگه هرمز رد بشه. آره دیگه، با این کلیپا الان باید توی بسیجی همه دردات علاج شده باشه. یه کشتی اسباب بازی بگیر بزن دلت خوش باشه. اما اصلی ترین شگردی که تبلیغات حکومتی توی این ایام بهش روی آورده، کوبیدن بر طبل یک نوع ملیگرایی کاذب برای غالب کردن حکومت ولایت فقیه به عنوان یک حکومت وطنیه. و در این زمینه هر ادا و اطواری که میتونستن رو در آوردن. مثلا تلویزیون حکومتی که تا دیروز بهش میگفتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یک دفعه شد صدا و سیمای ایران. لوگوی انتقام سختشون که از گوشه صفحه تلویزیونشون کنده نمیشد، یک دفعه شد انتقام ملی. کار به جایی رسید که حتی توی نماز جمعه هم یهو یاد وطن افتادن. این عشقی که این روزها تجلی کرد، عشق به وطن و میهن اسلامی بود. بعضی ها دوگانه ملت امت درست نکنن. این دو قطبی سازی کاملا نامربوطه. عشق به وطن جلوه‌ای از عشق به خداست. نون به نرخ روزخور به روایت تصویر. حالا مثل ماموتی که تازه یخش وا شده، اینا هم یه دفعه یادشون افتاده که اینجا ظاهرا یه کشوریه به اسم ایران. اسمش ایرانه و یه سرودی هم هست به اسم ایران مرز پرگوهر ها، هم چیزی. و اینطور شد که با عجله ارکستر سمفونیک رو انداختن و گویی که کار جدیدی خلق کرده باشن، سرود ای ایران مرز پرگوهر رو اینور و اونور خوندن که بگن ما هم بله. ای خاک از سرچشمه هنر، دور است و اندیشه بدان، آینده مانی و جاودان. بابا سرزد از افق چی شد پس؟
شما که تا دیروز همه جا تو تشریفات رسمیتون سرزده از افق میخوندید، چی شد الان یاد ای ایران مرز پرگوهر افتادید؟ حالا وقتی این ادا اطوارهای ملیگرایی رو میخواستن ببرن توی جلسات خودشون و بانوهای خودشون میکس کنن، نتیجهش یک معجون دلپیچ آوری در می اومد که نگو و نپرس. از سربازان خمینی‌ام جان نثار خامنه‌ای‌اش، ای وطن که لشگر خمینی توییم، ای وطن که لشگر خمینی توییم. ببین شعر و قافیه در حد گروه سنی الف. گیر کردن این جماعت توی این ادا اطوار ملیگرایی رو قشنگ میشه توی این شعر دید. هم میخواد آهنگ رو بدزده، ولی خودش هم میدونه که اگر بخواد همون شعر اصلی رو توی این جمع بخونه که دکان دین فروشیشون فرو میریزه. پس نتیجتا میشه این شتر گاف برنگی که الان دیدیم. اینا یه طرف، از طرف دیگه یهو یاد نمادها و اساطیر ایرانی افتادند. رونمایی از مجسمه آرش کمانگیر توی میدونهای تهران و توی بیلبوردها نقش آرش در حال شلیک موشک و حتی توی برنامه تلویزیونیشون یهویی بک‌گراند شد رستم دستان. و اما تصویر پشت سر من، یه تصویر زیبا و پرحرف، یه شهر آروم با چراغای روشن، با نمادی از پایتخت ایران، کنارش دیو سپید پای در بند که نماد استقامت مردمان ایران زمینه و رستم حماسه ساز شاهنامه. که حالا همه این ادا اطوارها برای چیه؟ چون شما که تا حال رستم قبول نداشتید. تا حالا عکس اون پشت همیشه نصرالله و سلیمانی و خامنه‌ای و از این جور جونورا بوده. پس هدف از این شکلک درآوردن‌های ملیگرایانه چیه؟ هدف پوشوندن شکاف پرنشدنی بین ملت و حاکمیتی که بدجور ازش میترسن. میخوام بگم که وقتی پای تجاوز دشمن در میون هستش، ماجرا کاملا فرق میکنه. آقا ما دیگه آخوند و غیر آخوند نداریم، بی حجاب و با حجاب نداریم، چپ و راست نداریم، اصلاحگرا و اصولگرا نداریم، ارزشی و غیر ارزشی نداریم. ما همه یه وطن داریم، اونم اسمش ایرانه. دقیقاً. بله، وطن ایران. این حرفا رو اگر سال 60 میزدی کفر بود. ظاهراً این مجری هم یا تاریخ نظامشون رو نخونده یا بهش نگفتن که اون امام کفنپاره در این باره چه نظریاتی داشته. ببین اون هیولا که توی صحبتاش به خودش میگفت اسلام، یعنی هر جا میگفت اسلام منظورش خودش بود. اون میگفت ملیگرایی دشمن منه. افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخوایم، ملیت را میخوایم و اسلام را نمیخوایم. این که من مکرر عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است. در ایران از سالهای طولانی اشخاص بی اطلاع از اساس مسائل، اینها هم هی طبل ملیت را کوبیدند، همون ملیتی که میخواست اساس اسلام را در ایران بر بچیند. نگاه کن، این خمینی اینقدر ضد ایرانی بود که روزی که پاشو گذاشت توی ایران ازش پرسیدن احساست چیه، گفت هیچ. ممکنه محبت بفرمایید ما بگیم چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ از ضد ملی بودن و ضد ایرانی بودن خمینی همین بس که حتی عنوان مجلس شورای ملی که توی قانون اساسی مصوب خودشون تعیین شده بود رو قبول نداشت. توی اولین انتخابات مجلس که بعد از انقلاب برگزار شد اسفند 58 اسمش هنوز مجلس شورای ملی بود.
ولی بعد که با انواع تقلبات نذاشتن حتی پای یکی از کاندیداهای مجاهدین به مجلس برسه و بعد مجلس رو تشکیل دادند، خمینی یه نامه زد بهشون و خطابشون کرد مجلس شورای اسلامی و توی اولین جلسه مجلس هم طرح آوردن که اسمشو بکنیم مجلس شورای اسلامی و تا الان همین مونده. چند روز پیش از این در نوشته دیدم که میگد که چرا از ملی میترسید شما؟ چرا نمیدید مجلس شورای ملی؟ من به این آقا میگم شما چرا از اسلام میترسید؟ در تمام صحبت ها از اول تا آخر این نبود که ما ملیگرا هستیم. ملیگرایی بر خلاف اسلام است. بعد ملی زداییتون که فقط توی مجلس نبود، سپاهتون هم از ابتدا گفتید که ربطی به ایران نداره. این صحبت پاسدار فدویه که گفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران، و این تدبیر خاص حضرت امام بود. بابا 45 ساله که سپاهتون داره به اسم غیر ایران مردم ایران رو میکشه، بعد الان یک دفعه یاد ایران افتادید؟ بودو آفرین بودو نیرویی که پاسدار انقلاب اسلامی دید تمام نیروهای که varımızda hamısı آخرinde بدن ایران var. تنها سپاه پاسداران ایران یخته نظامده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلمه ایران یختlardı. پس شمایی که 45 ساله با دست فرمون گفتمان ارتجاعی خودتون رفتید، نمیتونی یه شبه بزنی روی ترمز دور درجا بزنی و قلنج ملیگرایی و وطن و ایران بگیری. کسی باورت نمیکنه. شما همونایی هستید که رهبرتون هر سال نوروز که پیام میده یه سفره 7 سین به احترام سنت‌های ایرانی نمیذاره کنارش. از 7 سین حتی یه سینش، حتی یه سبزی هم نذاشته کنارش. چرا؟ چون اینکه نمیخواد خودش رو محدود به ایران بکنه. این بابا خودش رو ولی امر مسلمین جهان میدونه. این اصلا ایران قبول نداشته حالا که یه جست گرفته ای ایران بخوان. تو با همه سنت‌های ایرانی مگه تا بال مخالف نبودی؟ چهارشنبه سوری، 13 بدر اصلا سالیان قبول نداشتید، نمی‌داشتید برگزار بشه. همین عید نوروز رو مسخره می‌کردید. یه عید نوروز میاد تیکه پاره می‌کنیم خودمونو. که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار. درک. بهار میشه تابستون. و به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ همه منتظر دیدی یه توپی میخواد در بشه. بشید چی همه منتظر نفسا در سینه حبس میخواد بوم سال 1397 زهر مار. شمایی که الان یهو یاد مردم ایران افتادید و هموطن میکنید، شما همونایی هستید که میگفتید ایران مال شماست و کل ملت رو مستاجر میدونستید و حکم تخلیه‌شون هم گرفته بودید. میشم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره. حالا یه سریاشون هم بودن میخواستن این وسط تو این شلوغی‌ها خیلی سوسکی برای حاجی زاده و سلیمانی شناسنامه ایرانی بگیرن. نه خاکمونه. چه هیچ وقت از اینقدر از این که مال این خاکم که ایستادیم، هیچ وقت بیش از این که هموطنم حاجی زاده است، هموطنم قاسم سلیمانی، هموطنم همه این شهدان، هموطنم اون راننده آمبولانسیه که دیروز شهید شد. چی شد؟ از کی جلاد خاورمیانه و قاتل مسافران هواپیمای اوکراینی برای ما شدن هموطن؟ مگه پاسدارای همینا نبودن که توی 98 تو کف خیابون 1500 تا از جوانای همین ملت رو کشتند؟ مگه 401 750 نفر رو تو این وطن نکشتن اینا؟ حالا برو عقب، 88 78 تابستان 67 اعدام‌های سال 60. تو دیگه برای من ادای وطن در نیار. شما برای حفظ حکومت خودتون چه بلاهایی که سر این وطن نیاوردید. حادثه سال 78 که اتفاق افتاد در کوی دانشگاه، اون نامه‌ای که نوشته شده بنده نوشتم با سلیمانی رو با هم. اینو چرا دارم میگم؟
کف خیابون وقتی راه افتادم به سمت بیت رهبری راه افتادم، بنده فرمانده نیروی هوایی بودم. عکس من الان روی موتور 1000 با چوب هست. با شدم کف خیابون که کف خیابون اونجا جمع کنم. پس نگاه کنیم اون جایی که لازم بشه بیایم کف خیابون چوب بزنیم جزو چوب زنهای افتخارمون هم هست. دستور قاطع انقلابی داده شد هر گونه حرکت این عناصر مسلطنه هر کجا که باشه با شدت و واقعیت اینها سرکوب خواهند شد. خلاصه این که این شکلک‌های ملی نمایانه فقط حکایت از اوضاع پتال نظامی داره که همه شعارهای قبلیش سوخته و تموم شده و رفته. وقتی فریبکارانه رو میارن به این ملیگرایی پوشالی و شیادانه، این در این حال اعترافی است به این که تمام اون شعارها و خطوطشون شکست خورده و دیگه چیزی در دست ندارن و این از قضا یکی از علائم فرهنگی و ایدئولوژیکی پایان این حکومته. وقتی که چیزی در دست نداره، این حکومت ها قبل از سقوطشون شعارهای ایدئولوژیکشون سقوط میکنه، ایدئولوژیشون سقوط میکنه و این رژیم الان در همین نقطه است. ختم کلام، وقت بخیر و خدا نگهدار.